سلام. امروز میخوام درباره اعتماد کردن باهاتون صحبت کنم. این قدیمی‌ها رو دیدین که میگن به هیچ کس اعتماد نکنی. اگه من الان شکست خوردم، اگه من الان به اینجا رسیدم، به خاطر اعتمادایی که به بقیه کردم. حتی به مادر پدرت هم اعتماد نکن، چه برسه به چشمت. ببینید، اعتماد کردن بخش خیلی مهمی از ساختار نظام روانی همه آدم‌ها رو تشکیل میده. بچه برای اولین بار وقتی چشمشو باز میکنه، مادرشو میبینه، پدرشو میبینه و خب طبیعتاً اعتماد شکل میگیره. حالا شما اگه به عنوان والدش بهش بگید به هیچ کس اعتماد نکن، حتی به پدر و مادرت، این احساس تنهایی بعدها باعث میشه که بچه شما جسارت انجام دادن خیلی از کارا رو نداشته باشه و تبدیل به فردی ترسو بشه. احتیاط کردن به صورت طبیعی تو همه آدم‌ها وجود داره. یعنی چی؟ یعنی شما تو حالت عادی وقتی از خیابونم میخوای رد بشی، اول یه نگاه به راست میکنی، یه نگاه به چپ میکنی، بعد از خیابون رد میشی. خود اعتماد کردن به تنهایی باعث ضربه دیدنتون نمیشه. انتخاب آدم اشتباهه که باعث میشه شما لطمه ببینید. وقتی میخوای به کسی اعتماد کنی، اول نگاه کن ببین به خاطر چی اصلا میخوای بهش اعتماد کنی. چه ویژگی باعث شده که تو بهش اعتماد کنی؟ جذب ظاهرش شدی، ویژگیش شدی، یه خصوصیت اخلاقی شدی؟ یه ذره زمان بده، صبر بده، مشورت کن با دیگران. اگه عاقلانه انتخاب بشه، با فکر انتخاب بشه، نه تنها ضربه نمیخورید، بلکه حتی باعث پیشرفت و کمک کردن به یک آدم دیگه هم میشه.